الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. برادران اهل اسلام، این ما در مسجد حضور داریم. مسجد 110,000 آدم دینا جمع شده بود. برای ما در اینجا حضوریم، برای که شما کردیم که شما تماشا کنین. این الله تبارک و تعالی در سوره جن میگه که استعوذ بالله و ان المساجد لله، میگه مسجد برای عبادت، برای بندگی الله. میگه مسجد حتی میگه خسکپه باشد نه که در همونجا مسجد آدم‌ها چیکار کنن؟ نماز بخونن. الله تبارک و تعالی نیا کنید قنوش نعمتی که الله داده همین را با شکر بجا بیاریم. الله ما را هممون رو برای راست هدایت کنه. این نیا کنیم در حضور داریم که دینا 110,000 آدم جمع شده بوده. تمام جا آدم اومدگی. الله تبارک و تعالی ما را در پناه اسمت خوش نگهبان باشه. ان شاء الله با صحبت خوب میشه ان شاء الله.